به نام خدا و درود خدمت شما دوستان عزیز. در دهات‌های دور افتاده افغانستان معمولاً رضایت دختر در امر ازدواج مد نظر گرفته نمی‌شود که این امر بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، پکتیکا و کوچه‌ها قابل مشاهده است. گاهن اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که خانواده‌ها به شدت فقر و تنگدستی دختران کوچک سالشان را در بدل پول می‌فروشند. شما چند تا دختر دیگه داری؟ 3 تا. اونا چند سالشونه؟ یکی از اونا 7 ساله است. این همیه. اینه؟ یکی این بچه ما. اینه؟ یکی هست اون بچه ما. اونم شوهر داری؟ 5 ساله 7 ساله سون دوربین ساله 6 ساله. آهنگی را که مشاهده می‌کنید در حمایت از دختران و حقوقشان و نیکویی چنین فرهنگشون تهیه گردیده است. تقدیم شما می‌شود. آتای من سودانه که آدم خود سودایی نیم. آتای مرا سودام نکن آدم خود سودایی نیا گذر مرا شیرینی نکن دختر خونی تایی نیا زندگی ترموشا پیشه ما مشونین دلر با مشونین ناداری ترموشا پیشه ما مشونین دلر با مشونین ما تسا یک زوزاد استم ما تایا بیروشی اماد خانه مرا آباد کنین نیکاری تانایی نیا زندگی ترموشا پیشه ما مشونین دلر با مشونین ناداری ترموشا پیشه ما مشونین دلر با مشونین. آتای بابا مناز دانه دختر تو مشون خانه پیله جمگر فایده سمر تو مشون بی وقت ما را از خود خوچر جدا منی تو دل سوزی یا بخو ما گل دختر تو مشون آتای ما را سودا نکن آدم خود سودایی نیا گذر مرا شیرینی نکن دختر خونی تایی نیا زندگی ترموشا پیشه ما مشونین دلر با مشونین ناداری ترموشا پیشه ما مشونین دلر با مشونین. ما چیز خاگار باد تنونده سر خوابی از خانه برمونین قچیم تر دختر خواتی چوچه کوتر را از دانش جدا مکنین آخر چرا دباد میدین سمر خواتی تای مرا سودا نکن آدم خود سودایی نیا گذر مرا شیرینی نکن دختر خونی تایی نیا زندگی ترموشا پیشه ما مشونین دلر با مشونین ناچاری ترموشا پیشه ما مشونین دلر با مشونین.
کدون دختران کار زورم راضی بودون دیل دختر و کلا ضرورم مگین که عدل دومین اصول دینه دبر کدون دختر و عدل دخال خورم دایما را سودا نکن آدم خود سودایی نیا در زور ما را شیرینی نکن دختر خود میتایی نیا زندگی تر مشاف شیمو مشونین دلر با مشونین ناداری تر مشاف شیمو مشونین دلر با مشونین